برای تشکیل بعضی کارهایمان ما باید پیش از همه. اوه مجید خوش آمدی. تشکر. پدر در جمع آمد اشتراک کردنت را گفته بود. من دیر موندم. بیا گذاره، ما هم نو سر کردیم. رفیقان، پسرم مجید ارجیاغلو از این روز پس به حیث منیجر شرکت ارجیاغلو کار خواهد کرد. برایش موفقیت خواهانم. مبارک شود. مبارک شود. تشکر. خوش، هفته گذشته در کجا مانده بوده؟ همش عیبی من است. کاش تو رو مجبور نمی کردم. کاش یک روی نمی کردم و تو رو با آن شب نشینی نمی فرستاندم. خودت رو گناهگار نکن فخریه. تو از کجا میدونست که در اونجا چی می شود؟ به شمسی فهمونم گفتم اما نتوانستم. چی نتوانستی مگر؟ اگر شمسی به من گوش میکرد. گوش کرده چیکار میکردی اسومن؟ بازمی همه این قدر کارهایش باز آمده تو رو سرزنش میکند. فخریه من رو خیلی خوب میفهمم. رفته همه چیز رو به او میفهمونم. از او عذر میپرسم. او رو از دست دادن نمیخواهم. پرنده‌ای در خانه بوده از پرنده‌ای بیرون بوده فرق میکنه. این گپ چی معنی داره؟ هیچ چیز نه. اینجا آهنگ زندگی با دیگر اسباب نواخته می شود. در خانه ارجیاغلو چی؟ کدام آهنگ رو می نوازند؟ همون آهنگ اما نواختنشون فرق می کند. امسال شرکت ارجیاغلو با این محصولات‌های بافندگی کار خواهد کرد. در صحیفه‌های اول با محصولات‌های شرکتمان شناس شدید. از این معلوم شد که محصولات‌هایمان دو صفت دارد: صفت‌های روسی و آلمانی. حجمشون موافق و طبع دل خریداران است. بله، خیلی خوب است. اما صفت آلمانی خیلی بهتر است، به گروه بهترین ها داخل می شود. خیلی عالی است. از این خوبترش نمی شود. می شود. چرا نمی شده است؟ این لباس زن در صف از همه پسترین ها قرار دارد. در صف پسترین ها؟ بله، در صف پسترین ها. چون که لباس باید در تن هر زن زیبا نماید. این زنها از همه زنهای بهترین می باشند. بهترین. در حیاتم این خیلی زیباگی ساخته و بر دروغ رو وانه خورده بودم. باور کنید. این خیلی زنها با این لباس ها زیبا نمیشوند. همینطور نی؟ در اصل ما آنها رو باید جلب کنیم که با لباس عادی هم زیبا باید باشد. با آنها کار باید کرد. از این روز پس شرکت مشهوری ارجیاغلو با زنهای عادی کار خواهد کرد، نه اینکه با زنهای در فیلم ها مشهور شدن. مخلصی فوتبال با بازی دسته دوست داشتن میروی؟ شما یک چیز پرسیدن ممکن است؟ البته ممکن است، بپرس. من کوچه به نام فضولی رو میجویم. بعدی گردش کوچه اولی باز چی؟ در اصل به من شمسی لازم است. شما رو میشناسید؟ شمسی؟ با او چیکار داره دختر زیبا؟ گلتین باور کردن میخواستم اما با عقلم راست نمی آید. در کشتی آدمی بیگانه چیکار میکنه؟ باز با آب افتیده است. آی مادر جون به شب نشینی خیشش رو رفته بوده است. زند همین خیل شب نشینی خیش رو اکنون باشد تمامی محله او رو مسخره میکند. آخر او با مردی بیگانه با آب افتید، با خیشش نیکو. شمسی هیچ از حجرهش نمیبرد. با کدام روی برایت؟ از یک طرف اصلی از طرف دیگر یاسومن. ساعت چند شد؟ خالای گلتین کجا شدن؟ دخترم تو یک بار دیگر زنگ زده خاطر رسان کن. آسان نیست بعد از این خیل حدیثه با سر بلند از خانه برآمدن. گویا که زود بیاین، کار بسیار. مایلش مادر جان. خالای گلتین شما رو انتظارم، کجا شده؟ دخترها را هم گرفته بیارم، دلمون پر باشه. مایلش دخترم میویم. همینش نمیرسید. حالا هم همین روزنامه رو میخوام. خالای گلتین راست میگوید. بس کن خوندنت رو. چرا تا حال در فکری همین هستی؟ خزت میرویم. با کجا؟ به خانه زهرا.
بیچاره دخترش رو خانه دور کردن است. ما باشه پروایی ندارم. کاری رفتیم. اما جان من به هیچ کجا نمیروم، نمیخوام. یوسومان من چیزی گفتم همون رو کن. شرم نداری از خانه بروی. تو چنده که در خانه شینی خودت رو از دست میدی. بیا خیز دختر. فکر میکنی که دروغ گفتن یگان کاری بعد رو انجام دادن است؟ باری دیگر میگم کاری که کردی کوشش کن دیگر تکرار نشود. بیا رفتیم. با فکرم آمدن. مرحمت. سلام، من شمسی رو میجویم. او در خانه است؟ بله در خانه است. بیایید گذارید. با او خبر دید که من اومدم. تو شمسی رو چیکار میکنی دخترم؟ ما هم کورس هستیم. وزلیم تو اینجا چیکار میکنی؟ چند روز باز به مکتب ناومدی، خواطیر شدم. اگر وقتت باشد کمی صحبت کرده میتوانیم. مایل است میرویم. رفتیم. اما جان زودتر. حالو هم نشده. حالو هم نشده است. آمدم. از انتظاری بیزار شده؟ نفهمیدم. بیایید رفتیم. راه گردید. من رو سروسیما میکنید خدا تو. دخترم کاری کردت روبی. در تمام روزنامه عکسی تو را چاپ نمودن. مادر این چیزها رو در کدام طرف جابجا کنم؟ مادر و پدرتون را چرا گوش نمی کنید؟ چی گم کردید در خانه بیگانه؟ من نمیفهمم. مادر یاسومان به خانه خویشاوندانش رفته است. برای شب نشینی او را دعوت کردم. آفرین به تو. کاری که تو انجام دادی باز به یاسومان نشانده. زهرا چند بار گفتم این خیلی گپ نزنه. من چی گفتم موزی؟ شمسی برای چی چند روز باز به درس نآمدی؟ خودت میدونی که تو نباشی ما آسوده کار نمیبرویم. تو برای گفتن همین گپ اومدی وزلیم؟ اگر درست فهمیده باشم برای کاری کرده یاسومان خیلی غمگین هستی. همین خیلی نه؟ به فکر من این دختر چون این شب نشینی ها رو باری اول دیده است. از همین سبب خودش رو اداره نکرده با مجید به او بیخونوب در اومده است. برای همین خیلی دختر شده به درس نمی آیی شمسی؟ دیگر او رو فراموش کن شمسی، فهمیدی؟ ماجد ارجیوغلو کیست؟ یاسومان به گپ‌های مادرم اهمیت نده. اپای نزاکت راستش رو گویم من یگون کاری بد نکردم.
در اونجا آدم خیلی زیاد بودند. باری اول است که در شب نشینی چون این آدمان اشتراک میکنم. ناخوش شد که با ماجد ارجیاغلو از کشتی به آب افتیدم. اما من از کجا میدونستم که در اونجا روزنامه نگاران میشوند؟ من تنها حواسی در چنین شب نشینی اشتراک کردن را میکردم. همش همین. هیچ گپ نه، آروم شو، همش میگذرد. اما شمسی به من گوش نمیکنه. او مرا فهمیدن هم نمیخواهد. در ماشین ازلیم نشسته، هر دو به کجای رفتن. مرا در حال با او عوض کرد. شمسی تو رو به یگان نفری وز نمیکند یاسومان. به تو خیانت کردنی نیست. تو خودت میدونی که ازلیم رفیق مکتبیش است. ها میدونم. شمسی چند روز باز به مکتب نمی رود. حتی تلفنش رو خاموش کرده است. روزی دراز در اتاقش به مثل دیوانه ها می شیند. احوالش خوب نمی نماید. از یک طرف خواهرش، از طرف دیگر تو. باور کن می ترسد که تو رو از دست می دهد. شمسی من رو دیگر دوست نمی دارد. پای نزاکت. من از کاری کردم سخت پشیمانم. از او عذر پرسیدن می خواهم، اما او باشد در حال به خود عشق دیگر پیدا کرد. یاسومان، این فکرهای خام را از سرت دور کن. من به برادر خودم باوری دارم که به عشق اولینش خیانت نمی کند. او تو را از صدق دل دوست می دارد. فقط کمی طاقت کردن لازم است. شمسی تو رو خیلی دوست می دارد. فکر نکن که او دیگر به تو اهمیت نمی دهد. او از مردهایی نیست که به دوست داشتهش خیانت می کند. کی بودنی مجید ارجیاغلو رو دانستن میخواهی؟ ارجیاغلو نام یک شرکتی مشهور است. نشنیده ای؟ مجید ارجیاغلو پسر کریم ارجیاغلو میشود. مجید جوانی زیبا است. میدونی هر یک دختر آرزوی دیدنش رو میکند. او بعد دانشگاه امریکا رو ختم کردنش به استانبول برگشت. مجید خیلی مردی سعادتمند است. تو دربارش در اینترنت نخوانده ای؟ گفتم اول از تو شنوم. یگان مرد با مجید ارجیاغلو از جهت زیبایی رقابت کردن نمیتواند. از آن جهت من هم اگر او را میدیدم عاشق میشدم. از همین سبب نخواستم که با او روبرو شوم. برای چی؟ یک بار از امتحان میگذشتی. شاید تو رو هم به خودش جلب میکرد. من پیش از مجید ارجیاغلو یک نفر دیگر رو به قلبم جای دادم. فکر و خیالم همه وقت در رو میباشد. من یاسومان نیستم شمسی. نسبتی تو بی‌پروا بودن نمیتوانم. اون زن به من معقول نشد گلتی. طرز گپ زنیش رو ندیدی؟ شیطان وسوسه کرد که برایش توف کرده تلفن را چک به جایش گذارم، اما نتوانستم. چون که چون این کار رو کرده نمیتوانم، چون که دخترم با این کارش ما را متهم کرد گلتی. این فکرها رو از سر دور کن. کم موند خدا خواهد پگاه توی بین اینقدر چیز تیار کردیم تو باشی. فکر کردم بعد این که آزاد میشوم، اما نمیشوم. این زن حالا دل و جگرم رو میخورد. هیچ کار کردن نمیتواند. حاضر کمی بینیش رو بالا میکند، ناز میکند، ناز کند کردن گیرد، بعدی توی همهش خوب میشود انشاءالله. وای مهمان که امری اصلی رو دوست دارد. البته دوست میدارد، با شرطی که جدا زندگی کند. اون زن به زندگیش رو خلال نرساند. آخر اصلی حالا جوان ترتیب زندگی رو حالا نمیداند، معامله خسر و خوشامند رو نمیداند. ما در وقتش حتی برای مرد نگاه کردن نمیتوانستیم، اما این دختر رفته خودش رو به بلا گرفتار کرد. از غم و اندوه دل و جگرم آب شد. زهرا به گذشته سلا بود، چاره دیگر نداریم. هم دیگر رو که دوست داشتن همهش خوب می شود. آمدم. روز بخیر. اصلیه امری آمده است. بیسترم بیا به داخل درو. نه نمیدرویم. شما اینو گیرید.
این چی است پسرم؟ مادرم روان کرد. لباس عروسی اصلیه. خوب هستی اصلیه؟ بله خوبم. لباس عروسی هم رو هم آوردند. پگاه خونه دار می شوم. چیکار کنم؟ ناموس اویله همون رو نجات می دهم. دخترها بیاید می رویم. خیلی دیر شد. مایل شما جون شما برآمدن گیرید ما حاضر می آییم. بیاید من شما رو غسل کنم. اصلیه پگاه می آیید یا نه؟ البته می آییم. با شخصی که دوست نمیداری خانه دار پگاه شدن. کارمون بسیار است یاسومن. جهاز عروسی رو بردن لازم. رخت خواب رو آماده کردن لازم است. نه خود یگان علاج دیگر نباشد. من خانه دار می شوم یاسومن. یگان علاج دیگر ندارم. یاسومن رفتیم. تلفنش خاموش است. با یگان کاری نوشایم دست نزنم. نیمه شب در کجا می گردد؟ خدایا با من کمک کن. لبایا پی نزوکات. من الو وای شمسی به خونه ناومده است. تلفنش هم خاموش است. در کجا بودنش رو تشکر. اپای نزاکت. شام بخیر. شب بخیر جانم. پدرم نیستند؟ کار داشته است. کمی دیرتر می آید. وقتی که من برآمدم او حالا هم در شرکت بود. مجبور نشو که به جای پدرت دروغ گویی. به این هم خودش به خانه آمده مرا از دروغ سر میکند. مادر وقتی برآمدنم چراغ اتاقش فروزان بود. پدرت اونقدر مهنتی نیست پسرم. کوشش کن که به مثل پدرت نشوی. تو در حیات طرزی رفتار کن که دیگران از تو عبرت گیرند. و شما هم خرافیارم آقای مجید؟ بله مهربان. یک بار با مادرم تنها من خراب میبرم. میدونی چی؟ زودتر با پلین خانه دار شو تا اینکه با او یک جای خوراک خورید پسرم. مادر جان التجا میکنم این فکرها رو درباره خانه دار شوی من و پیرین از سرتون دور کنید. پسرم عاشقی یک چیز است که یگان نفر با خواست دل خودش او رو در قلبش جایگیر نمی کند. اگر خطا نکنم پلین را خودت برای خود عاشق نمودی، نه این که ما او را به تو پیشنهاد کردیم. ببخشید اگر لازم نباشد گیرم. خسته نباشی. امروز از درس گریختی؟ این چی احوال است؟ با یک عذاب نگری ها؟ فهمیدم. تمام فکرت با او بود. حالا ایست تا نفهمم برای چی می نوشی اجازت نمیدی هم که نوشی. کنی گپ زن برای چی می نوشی؟ اگر گپ زنی من هم همراهت می نوشم.
یوسمان پلین ممکن است درویم. پلین بس کن گیره کردن رو. چشمانت از گیره بسیار ورم کرد. گردی چشمانت سیاه می شود، بزیب می شوی. اگر خواهی به تو آینه می دهم، یک بار نگاه کن. چشمانت کمش درست همین خیل می مونند. مکیاژ میکنم. تو به مکیاژ هم زیبایی. پلین اگر به تو کاری بد کردم عذر میخواهم. نه عیبی تو نیست گلرو و نه عیبی عثمان. خیانت را مجید کرد. التجا میکنم پلین گریه نکن. چون رفتار میکند که گویا من وجود ندارم برایش. از روزی که از خارج برگشته است کوشش میکنم با اون نزدیک شوم، اما مجید باشد پروایی ندارد. یک دقیقه از نزدش دور شدم و یوسمان در یک شب همه آرزوهایم رو برباد داد. کی میداند اون شب یوسمان با مجید در اون کشتی با چی کار مشغول بودن. من جرأت نمیکردم با مجید به تماشا روم، اما یوسمان با مجید به کشتی سوار شدن، به تماشا رفتن. خدا جزایشان را دهد. تمام استانبول با خبر شد. از شرم حتی مجبور شدم تلفنم رو خاموش کنم. همه انتظاری فاتحه ما بودن. با خود بیو پلین. نمیتوانم آروم شدن، نمیتوانم. گوش کن به تو چی میگویم و باور کن. اون شب در اون کشتی بین یوسمان و مجید یگون چیز نشده است پلین. اون فکرایی که تو میکنی در حقیقت خطااند. تو مجید را نمیشناسی گلرو. تو چی یوسمان را میشناختی؟ این خیلی که باشد برای چی به تلفنش جواب نمیده؟ چرا با من چنین رفتار میکنه؟ گلرو من مجید را از خوردیم دوست میدارم. تو این رو نمیفهمی. من از خوردیم عاشق یوسمان هستم. کی بود از این مجید ارجیوغلو؟ نمیدونم. من هیچ چیز رو نمیفهمم. چوربینی میگویند، شب نشینی میگویند. یوسمان با آنها چی علاقه دارد شمسی؟ چقدر که میخوای از من دور سازیم اما همه این در سر من ثبت است. چرا با تو سکر نمیتوانیم مگر چند روز شد به خود اومده نمیتوانم. اکنون زندگی برایم دیگر معنا ندارد. اگر میدیدی که با ماشینی کی اومده بود. ماشینی کی؟ ماشینی همون ارجیوغلو. اگر تمام محلمون پول جمع کنیم و خود ماشین خریده نمیتوانیم. اگر خانه شما به وقتی رفتنش میدیدی مثل شخ دختر بود. اگر مویش رو میدیدی باسش رو میدیدی اوش سرت میرفت. وقتی که رو در چنین احوال دیدم بارم میامد که یوسمان است. ولی خط پریدم برشق شدم ماندم. یوسمان من رو دید. تو رو دید؟ ولی گویا که ندید است. نه بس دیگر نمی نوشیم. برای امشبش بس. خیز از جویت نرویم. خیز. آقای بحری گوش میکنم؟ پگاه من خودم پرداخت میکنم. مایل سلامت باشه. از او با خبر باش.
شمسی کنی یک سرود خون برای من؟ احوالم خوب نیست. تو باشه سرود خون میگویی. شمسی گوش کن، تو منو در حیرت میمونی وقتی که تو در باره عشق و عاشقی گپ میزنی. من هیچ باوری نداشتم. تو چیتر عاشق شدی ها؟ برادر تو چه خیلی انسانی ها؟ چی شد باز؟ دیلم سوخته ایستاده است. یوسوما با من خیانت کرده است. تو باشی میگویی که در حیرت موندم. در کجا دیده آدمی غم خورده در حیرت مونده رو؟ برادر شوخی کردم. در حال آتش برای علنگه نگیر. راه کرد برادر. کنی یک سرود خون؟ کدومش رو خونم؟ عاشقی؟ میخونیم. جان من جان من از من میروی هر جا باشی خوش باش یاس من میروی. شمسی گلتن بیا اینجا شین. یاسمان حالا هم با آن دخترهای تقویش وا میخورد؟ نه اکا به خدا وا نمیخورد. به هم پیامک مینویسند. یاسمان را کی و چه خیل به اون شب نشینی دعوت نمود؟ 2 روز پیش وا خوردن در راه. پیلین و گلرو به یاسمان گفتند که ما خیش تباریم، نباید رفته اومد را قطع کنیم. ما چنین خیش و تبار نداریم. از بحر چنین خیش و تبار گذشتم. بیچاره دختر هوس کرده است. هم از کجا میداند که چنین میشود؟ پدر جان، میدونم که شما از من سخت رنجیده اید. در حیاتم باری اول از شما نپرسیده به چنین شب نشینی رفتم. حواسی به اونجا رفتن رو کردم، اما بعد به اونجا رفتنم خیلی سخت پشیمان شدم. از کاری کردم شرم میدارم پدر جان. اگر خواهید مرا زنید اما مرا ببخشید پدر. باور کنید که بغیر از به شما دروغ گفتن و به اونجا رفتن یگان گناهی دیگر نکردم. باور کنید پدر. شما مرا نمیبخشید. به چند کس فهمانیدنی شدم اما نفهمیدم. اما هیچ کس من رو نفهمید پدر. شما رو دوست می‌دارم.
Sen nerede olursan ol, benim kalbimde kal Neriman. Benimle kal. زودتر آماده نمایید، زودتر. ما هم کمکتون میکنیم. تا شب همه تیاری ها را تمام کنم خوب می شود. اگر نزاکت نمی شد بیچاره اصلیه با دست خالی به خانه شوهرش گسیل میکردم. شما میآیید گلتین؟ احتماج همراهی ما بیا. ما رو تنها نگذار. نمیخواهم خودم تنها به آنجا روم. باز یک جنجال نکنم. مایلش البته زودتر آیید گلتین. شمسی نصف شب سرخوش آمد فهمیدی؟ بیچاره پسرم نمیدونه چکار کند. امروز توی خواهرش هست و او باشد تا حال به خود نآمده است. از طرف دیگر غنی و سومن او را از درون خورده ایستاده است. میترسم که از فکر زیاد خودش را بای ندهد گلتین. بای نرس. شمسی یوسمان رو یک بار گوش کن که به تو چی گفتم میخواهم. من چیزی بود با چشمم دیدم. خوب میشد که گوشایم نشنوم. شمسی یوسمان با دعوت دختر تقویش به اونجا رفته است. با اون مرد عموما شناس نیست. با او باشد ناخواست رفتیده است. اپا بس است. یوسمان هم خیلی از کردش پشیمان است. از برای یک خطاگی شده باید دیگری خیر رفتار نکنی. روز میگویی من هم از این کارها پشیمان شدم. چی کاری که نکنی یوسمان را از فکرت دور کرده نمیتوانی، چون که او را دوست میداری. مایلش یک بار دروغ گفته با اون شب نشینی رفته است، اما او این خیر شدنش را نمیخواست. با اون مرد هم یکون علاقه ندارد. اگر یکون چیز بینشون باشد البته روی آب میبراید. اما فکر میکنم که یوسمان از اون طایفه دخترانی نیست که به چنین کارها دست زند. اصلیه کنی این رو پوشیده بین. اگر کلام باشد به حجم درست کنم. خودتان را زحمت ندهید، برای من می شود. این لباس را دختر یک بار می پوشد. برای همین با خواستی دلت پوش. من خواستی دل هم ندارم مادر جان. از مجبوری چی کار کنم؟ دختری چی باید؟ شاید تو درباره مادرت فکر کنی که تو را نمیفهمد، جاهل است. حق است دختر، اما کاری به عقل نکرده ات را هیچ نمیفهمم. تو حالا خیلی جوانی، دیده و دانسته حیاتت را سوزاندی. میگذار همه گویم من زنی بیرحمم که تو را چنین بر وقت به شوهر میدهم، اما دیگر علاج ندارم مگر من چنین کار را میخواستم. اما همش خودت گناهکاری دختر
دخترم، نه اینکه منو برادرم. همین قدر خونده، همین کار رو یاد گرفتی. اینش می شود. پلین، یک دقیقه. با تو گپ زدن میخواهم مجید. در بالای میز بود گرفته؟ گرفتیم خالای زهرا. با دقت باشید که نشکند چینیواری است. خواطر نشود خالای زهرا. زود باش دخترم، نزاکت در کجاست؟ دیر مونده ایستاده. حاضر اصلی گرفتم ای آید. ایستو با دقت باش. الا تمام. اصلیه اگر بوهی رفتم اپا دیر میمونیم. کجا شده دخترها؟ آمده ایستاده مادر جان. قهوه میخواهی پلین؟ من تنها برای صحبت کردن اومدم مجید. چند روز باز با زنگهایم جواب نمیدهی. پلین، میدونی که در شرکت کرونا واقع بودم. از سبب بعدی کار خسته شدنم جواب دادن نتوانستم. یاسمان و تو اون شب در کشتی با چیکار مشغول بوده مجید؟ دست و تق تق کن دخترم که دستانم دیگر گپ رو نمیگیرم. خانم کدر جهازی دخترم رو آورده. مرحمت. به ما خانه عروس رو نشان دهید. اینو رو گذاریم. امره مهمانانت آمدند. خوش آمدید. خوش باشی پسرم. با کار رفتنی بودی؟ با کار رفتنی بودم. برای کار. تشکر زیاد. مایلش راو پسرم. ها گونتن، خوب هستی همسایه جان؟ چه حال داری؟ درباره یاسمینی شما هم از روزنامه ها خبرها شنیدم. این رضا دختران را هیچ فهمیدن نمی شود. فکر آیندهشان را نکرده خودشان را به بالای هر مرد حواله می دهند. کدر میدانی چی؟ شما اتاق عروس را نشان می دهید که این چیزها را گذاریم؟
من اتاق امره میگویم خیر هیچ گپ نی مرحمت گذارید اما اینقدر آدم در آنجا چه میگنجد نمیدانم چون که اتاق بسیار خرد است من دیگر طاقت شنیدن گپ‌های این زنی ابله رو ندارم. را به دست گرفتین صبر کردنم گفت رو نگاه حول ولا قوت بیشتر خدای توبه کدر چی گفتی؟ کتی نو در کجاست؟ شب در بالایش خواب بودی چه خیلی بود براحت نبود مگر؟ با جایی که فکری پسرت را کنی فکر خودت را میکنی با جای فکری پسرت را کنی فکری خودت را میکنی و فرقش چی؟ کتگانه خودمون رو با اتاق امری گذاشتم و کتی نو رو با اتاق خودمون هیچ گپ نی همین قدر سال من در بالای کتگانه خوابیدم این خواب کنه وقتی که من خانه دار شده بودم در بالای سنگ هم خواب میکردم یا توبه این چی نمود اتاق است دختر ها چی سودایید بیاید کنی دختر ها کار رو سر میکنیم کنی بیاید چرا با من گپ نمیزنی مجید با تو اون شب یگون هدیه دادنی نبودم پیلی چه نبودی مجید مرا در نزد همه شرمنده کردی تلفنم رو خاموش کردم چون که همه دوگانه ها و دوستانم به من زنگ زدن میپرسن و درباره تو یاسمن همه چیز رو دانستن میخواهند مجید چی رو درباره ما دانستن میخواهند چرا چی کار دارم با کارهای من و یاسمن کاری اونها چی که من چی کار میکنم با کجا میروم چیزی که شد گذاشت در روزنامه عکس من و یاسمن رو چاپ نمودند نه از تو رو پیلین چه خیلی من تو رو شرمنده کردم اگر شرمنده شده باشیم من و یاسمن شرمنده شدیم نه اینکه تو اگر من و یاسمن شرمنده شده باشیم با تو چی دخل دارد گپ زن پیلین یعنی که از این پس تو یاسمن رو انتخاب کرده مجید زودتر گپ زن من همش رو دانستم بین من و یاسمن تا حالا یگون گپ نشده است معلوم پیلین از برای سبب مقصد گپ چی هست هیچ نمیفهمم با یاسمن هم خوابه شدی مجید بس کن این گپیت رو پیلین بس کن کنی گپ زن من از او چی کم بودی دارم مجید اینجا بیا مجید من پیلین با من گوش کن چون که این حادثه رو دیگر هیچ جا نمیفهمونم آن شب با یاسمن در حیاتم شبی بدترین را گذرانیدم خدا میگویم که در خوابم هم دیگر این شب را نبینم تو برای من خیلی عزیزی پیلین وقتی که تو گریه میکنی من خودم رو ناراحت حس میکنم التجا میکنم دیگر این کارت رو تکرار نکن معلش بیا تو رو به آغوش گیرم رفتاری کدر را دیدی؟ کاشکی نمیدیدم زنی بی تربیه شیطان گفت که خانهش رو به سرش چپه کن اما با او هیچ چیز گفته نتوانستیم گناهگار باز ما میشدیم باز ما دخترم در آن خانه چطور زندگی میکرده باشد چه خیلی عمر به سر میبرده باشد دل و جگرم میسوزد آه زهرا تو بسیار زیغ نشو اول با یک دیگر خوب نباشند هم بعد مراسم میکنند انشالله بیار دخترم بیار تشکر دخترها در رو کشوید من میکشویم
یوسومان چرا اینقدر تغییر یافته ای؟ این رو تو از من میپرسی؟ از روزی اول با اوزیم دوست شدی. چی؟ شما دخترها چی توی فای انسان هستید؟ ما رو گناهگار کردن نمیتوانی یوسومان. میدونی هر کس با گناههای خودش جواب گوید. تو خطاگی کلام کردی یوسومان. با من دروغ گفتی. سرده مرا. کاش که سر میدادم. برای دل و جگرم میسوزد. نمیخوام تو رو از دست دهم یوسومان. تو با آسانی از من خلاص نمیشوی. یوسومان چون که از این غم و غصه تنها تو من رو نجات داده میتوانی. تنها تو. من دیگر هیچگاه تو رو تنها نمیگذارم. تو رو با کسی نمیدهم. تو رو دوست میدارم. شمسی مرا ببخش. من تو رو به حد دوست میدارم یوسومان. این کارت را دیگر تکرار نکن. من رو دیوانه نکن یوسومان. من تو را تا آخر عمرم دوست خواهم داشت. تنها تو رو یوسومان. ساعت چند شد؟ ما باید لباسهایمون رو عوض کنیم آخر. دخترها حالا هم تمام نکرده؟ تمام کردیم. وای چه زیبا شده ای اصلیه دخترم. تو چشم نرسد. تشکر خالای گلتن. دخترم اصلی خیلی زیبا شده ای. گلاد رو فراموش نکنی. خواهر من خودش به مانند گل است. من این خیل شدنش رو نمیخواستم اکا جان. من نیز همچنین. ببخش. سلام، برای بردن اصلی آمدم. حاضر می آید. جانم بس کنید. باز دختری بیچاره رو میگیری یا میدار. تو رو نمیبوسم دوباره. انشالله همیشه یک جا میمونیم. خیلی زیبا شدی. اگر بسیار خواهی میتوانستی. یاسومن زود باش در میکنیم آخی. به آن هم در موندیم گلتن.
اکا زهرو التماس کرد که آقای فیض بر وقت روید در برمون باشد، چون که بیچاره اصلی پدر ندارد. کار شما دیر دوام میکند؟ ما حالا فخریه رو میگیریم. اگر شما سر و سیمه باشید میتوانید روید. اما جان چرا این کار نمیکند؟ کار میکند دخترم. این سیمش رو کمک کچ کن کار میکند. من میروم. شما کارهایتان را یک طرف گذاشته زود بیاید. یاسمن تو دستپانه مادرت رو به دستت کن. اقلا خاطر مادرت با ما باشد. مایلش پدر شما رو دوست می‌دارم. خدا را شکر. نباید گم شده باشد. یاسمن دخترم مویهایت رو یک طرف ما سر لباست رو پشت دل میکنیم. چی شد؟ چی میکنی؟ اما دستپانه مادرم نیست نمیابم. چی؟ یاسمن همون شب نفتم. نمیدونم اما نمیدونم. شاید در خونه فخری افتاده باشد. انشالله همش خوب بودم و همینش نمیرسی باز. اما من حاضر به خانه فخریه میروم. شما باشد به من به هیچ کجا نروید. فهمیدید؟ بینش دخترم فقط زودتر رفته بیا. دیر نموندیم. شمسی زود باش. ما دیر کنیم خلق چی میگوید؟ تو چی نمود خود را آرا دادی؟ من هیچ از وحده شما نبر آمدم. خیلی زیبید است. چه بچه من رفتیم. تشکر به شما. من رفته یاسمن رو میارم. مایلش. پسرم تاکسی حالا هم نامده است. من رفته بینم. شمسی جهان هم می آید. نمیدونم گفت می آیم ولی نیست. زود باش پسرم زود باش. نیست جونم نیست. فخریه یک باری دیگر بین. شاید هنگام لباسم رو عوض کردن افتاده نباشم. با فکرم انیق در کشتی ارجاغلو افتانده ای. نه این طرف شدنش ممکن نه. یا اینکه در آب افتانده ای. اوه فخریه تشکر زیاد. برای دلبرداریت تشکر زیاد. خالای گلتین زنگ میزند. من مردم. توبه گوش میکنم خالای گلتین. چیکار کرده دخترم؟ حالا هم نیفتید؟ چی میگم نمیدونم. اما نیفتم. چی؟ آفرین یاسمن. درم کارهایی کردت رو بین. اکنون من چی کار میکنم؟ با پدرم چی میگویم؟ از مادرم یک خاطره مونده بود. اما به فکرم من آن رو در شب نشینی افتاندم. اوف یاسمن اوف. یاسمن بیا حاضر میرویم. اگر اماکی فیض پرسد گویی که دستمانه را کفتیم. برای همین دیر موندیم. بعد پگاه که روز شد چاره‌اش را میبینیم. فخریه عذاب اون شب کی تمام میشده باشد. جونکی من بیا رفتیم. این از کجا پیدا شد؟ زودتر فخریه. حاضر صبر کن. با خود بازی نکرده ایستادم کن.
صوفیا من شدم. یاسمان یاسمان از دو طرف آتش من در میان مرا وهم فرا گرفته است. کدامی از این دو نفر مرا از زیر باران سیل زندگی نجات می داده باشد؟ نمیدانم که از خنکی می لرزم یا اینکه از ترس. زخمی کدامی از اینها برایم جان سوزتر است؟ زخم سخن یا زخم کار؟ بهترین سلسله فیلم های ترکی، هدایت، عشق و نفرت، زخم دل، و مانند اینها را این چنین ویدیوهای جالب را با صفت بلند می توانید از یوتیوب کانال شهناز مدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز مدیا ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید.